بسم الله الرحمن الرحیم. مایکل هارت یک دانشمند عیسوی امریکایی هستند. نوشته میکنه در مورد 100 مرد برتر جهان در اولین صفحه از کتاب نوشته اسم رسول الله صلی الله علیه و ذکر میکنه. اکثرا مردم فکر نکنن که دین اسلام از نظر کافرها است. دین عقل است، نه خرافات، نه چیز. برادر عزیز، مایکل هارت که ما نظر میکنیم کافر ببین که شاهدی میده به مورد پیغمبر صلی الله علیه و در مورد 100 مرد برتر جهان ذکر میکنه. در اولین صفحه از کتاب اسم رسول الله صلی الله علیه و ذکر میکنه. چند نکته را ذکر میکنه. یک رهبر دینی سیاسی همزمان. محمد تنها شخصیت در تاریخ است که هم در دین و هم در سیاست به اوج موفقیت رسید. 2. تاثیر فوق العاده بر تاریخ بشر. از یک فرد تنها امت پدید آمد که تمدن بزرگ ساخت. 3. قدرت رهبری بی‌نظیر. او توانست مردم پراکنده را به یک امت متحد تبدیل کرد. و مورد 4. قرآن و نظامی که از او باقی ماند. قرآن از طریق او باقی ماند تا امروز بر جهان اثر دارد.